امیدوارم که حالتون خوب باشه. من گفتم یه ویدیویی بسازم که 0 تا 100 امنیت پیج اینستاگرام رو براتون مطرح کنم، به خاطر اینکه دغدغه واقعا این روزهای خیلی از افراد این هست، مخصوصا افرادی که از پیجشون استفاده کاری میکنن. با رعایت کردن یه سری نکات بسیار ساده ما میتونیم که امنیت پیجمون رو به حد خیلی خیلی زیادی ببریم بالا. همونجوری که در واقع ما این رو هممون میدونیم، وقتی بخوایم امنیت چیزی رو ما در واقع برقرار کنیم، اول باید ببینیم که این چجوری کار میکنه. پس من توی مقدمه بسیار کوتاه و سریع الگوریتم اینستاگرام و اینکه چجوری کار میکنه رو با هم اشتراک میذاریم تا بعدش بریم سراغ موضوع اصلی خودمون یا همون امنیت پیج هست. الگوریتم در واقع یه سیستمیه که رفتار کاربر رو تحلیل میکنه و بر اساس اون تصمیم میگیره که کدوم محتوا رو به چه کسی نشون بده. در واقع هیچ جادویی در کار نیست و این سیستم کاملا مشخصه. ستونهای اصلی این الگوریتم در واقع بر اساس رفتار کاربر، کیفیت محتوا و تعامل این دو تاست. یعنی در واقع اینکه فقط ما چه پستی میذاریم مهم نیست، اینکه مردم هم چه واکنشی به این نشون میدن بسیار بسیار مهم. الگوریتم ما 6 تا سیگنال اصلی داره. یکیش در واقع همون مدت زمان تماشا، یعنی که پست ما رو مردم چقدر تماشا میکنن. موضوع بعدی موضوع تعامله، یعنی در واقع چقدر با پست ما تعامل دارن. حالا میتونه شامل لایک، کامنت، کلیک روی مور، ورق زدن اسلاید ها باشه یا رفتن به پروفایل و یا فالو کردن، موضوعاتی که همش جز تعامل استفاده میشه. موضوع بعدی ذخیره‌پذیریه، یعنی در واقع چقدر این محتوای ما ارزش این رو داره که ذخیره بشه. موضوع بعدی اشتراک گذاری هست که چقدر این موضوع مهمه که این پست ما ارزش این رو داره که مردم به اشتراکشون بذارن. موضوع بعدی نرخ توقف یا CTR هست، یعنی در واقع همون 3 ثانیه اوله که به قلاب معروفه، باعث میشه که مردم در محتوای ما گیر کنن. موضوع بعدیش ثبات انتشار است که در واقع ما توی انتشار پستامون یه ریتم قابل اعتمادی داشته باشیم که در واقع این ریتم باعث بشه که اینستاگرام بفهمه که ما ثباتی در انتشار پستمون داریم. حالا ما همه اینها رو ریز باز میکنیم تا موضوع کاملا روشن بشه. اولش همون واچ تایم هست. در واقع ما برای اینکه بخوایم واچ تایم یا نرخ تماشا رو به خوبی یاد بگیریم، این 4 تا سوال رو باید بهش جواب بدیم. سوال اولمون اینه که اصلا واچ تایم چیه؟ یه تعریف ساده اگه ما بخوایم از واچ تایم داشته باشیم، یعنی در واقع میشه مجموع زمانی که مخاطب محتوای ویدیو ما رو نگاه میکنه. یعنی اگر مثلا 100 نفر 10 ثانیه پست ما رو تماشا کنن، ما 1000 ثانیه واچ تایم داریم. سوال بعدیمون اینه که چرا واقعا مهمه؟ به خاطر اینکه الگوریتم میفهمه که وقتی که این واچ تایم بالا باشه یعنی به محتوای ما محتوای با ارزشیه. حالا رابطهش با رشد محتوای ما چیه؟ الگوریتم وقتی که میفهمه این واچ تایم بالاه و در واقع محتوا پس محتوای مهمیه، به افراد بیشتری پیشنهادش میکنه و این میشه همون چیزی که ما میخوایم. حالا چه چیزهایی ممکنه قوی ترش کنیم؟ ما توی ویدیوهامون ریتم داشته باشیم یا یه روایتی رو مطرح کنیم یا یه کنجکاوی رو بخوایم برانگیخته کنیم با یه سرعت مناسب و که حالت مرده نباشه، باعث میشه که واچ تایم ما بیشتر بشه. قلاب یا همون 3 ثانیه. در واقع این 3 ثانیه اول همون چیزی که باعث میشه که نرخ توقف زیاد بشه و خیلی مهم.
این دوتا فیلم و 3 ثانیه اولش رو من میذارم با هم نگاه میکنیم. یه ویدیو ممکنه که آدم دلش بخواد بقیهش رو ببینه و ببینه چه اتفاقی میفته. تو ویدیوهای بعدی خب فقط طرف داره در واقع یه حال و احوال میکنه، شاید اصلا حوصلمون نرسه که ما ادامه این ویدیو رو ببینیم. نگاه کنید ویدیو رو ببینید. این توی 3 ثانیه اولش بود. این یکی حالا ببینید. یه حالا هوای ساده و در واقع حالا از این نمونه ها بسیار زیاده. من فقط اینا رو گذاشتم که ببینیم که چه جوریه که ممکن 3 ثانیه اول آدم رو گیر بندازه یا گیر نندازه. ما میریم سراغ تعامل غیر مستقیم. تعامل غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی کاربر یه کارایی انجام میده که بدون لایک کردن یا کامنت گذاشتن تعامل حساب میشه. مثل اشتراک گذاری، مثل سیف کردن، یا مثل مواردی که سیگنال های مخفی به ما داره نشون میده، اما در واقع این سیگنال های اصلی نیستن. اما این سیگنال های سایلنت برای اینستاگرام خیلی مهم. ما میریم سراغ محتوای ذخیره‌پذیر. حالا ما محتوامون باید چجوری باشه که در واقع ذخیره‌پذیر باشه؟ یا در واقع باید آموزشی باشه یا یه چیزی بخواد یاد بده که مردم بخوان و کاربرها بخوان اون رو ذخیره‌اش کنن. یا یه نکات سریع بخواد به ما آموزش بده که این نکات رو ما یه جایی حالا داشته باشیم که بعداً خواستیم ازش استفاده کنیم. یا در واقع یه راهبردی به ما بده که این راهبرد رو ما بخوایم ذخیره‌اش کنیم یا حتی اینکه مثلا بعدا ازش استفاده کنیم. یا یه سری لیست‌های تهیه میشه که این لیست‌ها باعث میشه که کارها آسان‌تر بشه و برای همین ما اینو ذخیره‌اش میکنیم و بعدا تو کارها استفاده میکنیم. محتوای ما اگر این 4 تا مورد چیز رو داشته باشه، شانس ذخیره شدنش بسیار بسیار بالا. ترندها یه سری موضوعاتی هست تو اینستاگرام که الان خب سریع ترندها وایرال میشن. ترندها در واقع مثل یه موجی هن که اگر آدم زود بهش برسه آدم رو جلو میبره، اما اگر دیر بهش برسی غرق میشه. پس ما در واقع این نکته اینجاست که موج رو نباید دنبال کنید و باید محتویات رو سوار موجت کنید. این یه نکته خیلی مهمیه که حالا اینم خیلی خلاقیت میخواد در واقع و باعث میشه که حالا در واقع یک شتاب دهنده است موج، باعث نمیشه که مخاطب با ما بمونه. اعداد و ارقام ها در واقع همون چیزاییه که ما خیلی باید بهشون اهمیت بدیم. این عددها واقعا قضاوت نیستن، اینا فقط راهنماان، یعنی کمک میکنن که ما توی محتوا گذاریمون تو مسیرمون چجوری انجام بدیم. سیو یعنی در واقع این محتوای ما ارزش نگه داشتن داشته که سیوش زیاد بوده، یا این محتوای ما شیر شده یعنی ارزش منتقل کردن داشته و مفید بوده. و واچ تایم هم که راجبش صحبت کردیم، یعنی در واقع این محتوا ارزش وقت گذاشتن داشته. پس این 3 تا مورد خیلی مهمه. ما اول این 3 تا مورد رو می‌بینیم، بعد لایک ها. اینها در واقع میتونن یه مسیری باشن برای پست‌گذاری ما. در هفتگی اینها رو چک کنیم و بر اساس این اعداد ما پست‌گذاری کنیم. موضوع بعدی ما شخصیت پیجه. در واقع مغز هویتی پیج ما میشه شخصیتش، همونیه که الگوریتم میفهمه ما کیم و مخاطب چرا باید با ما. ما باید در واقع به صورت یه سیستم ستاره‌ای تصور کنیم، یعنی در واقع نه اینکه چند تا پست پراکنده. سیستم ستاره‌ای چیه؟ سیستم ستاره‌ای در واقع اینه که یه ستاره مرکزی ما داریم و بقیه ستاره‌ها دور اون میچرخن. هر کدوم مدار خودشون رو دارن اما از مدار اصلی خارج نمیشه. حالا به ما یه مثال بزنیم، در واقع مثال سبک زندگی مینیمال رو میخوام باز کنم یا کم توضیح بدم که این موضوع شخصیت پیج کاملا باز بشه. ببینید یه موضوع اصلی داریم، ارائه سبک زندگی مینیمال. حالا اومده به 4 تا موضوع مختلف پرداخته.
ما میخوایم مثلا دونه دونه باز کنیم که چجوری میشه مثلا موضوعات رو باز کرد و در واقع زاویه دید مختلف داشت اما از موضوع خارج نشد. مثلا طرف فضای فیزیکی رو میاد نشون میده، میاد نشون میده مرتب کردن خونه، کمد، فیلم قبل و بعد میذاره در واقع تو همون فضای مینیمالیسم خودش. توی مینیمالیسم ذهنیش میاد روتین‌های صبحگاهیشو میذاره، تصمیم‌های روزانه‌شو میذاره یا همه چیزایی که شبیه به این باشه. یا توی مینیمالیسم شخصی میاد لباس‌ها رو میذاره، استایل‌ها رو میذاره، روتین‌ها رو میذاره. توی مثلا مصرف آگاهانه میاد هوشمندانه خرید کردن، چرا اینو خریدم چرا اونو نخریدم رو میذاره. در واقع میبینید موضوع اصلی معلومه اما زاویه دیدها مختلفه و در واقع این شخصیت رو ما میتونیم بگیریم که این پیج ما داره کلا درباره سبک زندگی مینیمال چیز میکنه که اینستاگرام عاشق این الگوریتمه و الگوریتم عاشق این موضوع که بفهمه که پیج شخصیت. حالا در واقع ما میریم سراغ استوری. استوری خب بسیار چیز مهمیه. خب استوری در واقع باعث آشنایی و اعتماد میشه. بعد از اون باعث در واقع اینتراکشن میشه، یعنی لایک و کامنت و ذخیره میشه. بعد هم میره سراغ در واقع پاداش الگوریتم. اینو ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم که استوری واسه دیده شدن و شناخته، برای دیده شدن نیست، برای شناخته شدنه. وقتی شناخته میشی الگوریتم کار رو دیگه پخش میکنه. پس استوریمون باید تعامل محور باشه اما به صورت اطلاعیه نباشه. استوری خب خیلی کم ریسکه، یعنی مخاطب بدون تعهد میبینه، تکرار دیدن داره و واقعا محتوای کم ریسکی حساب. یه سری اشتباهات رایج هستش که ما این رو انجام میدیم که مربوط به همون در واقع اسلایدهای قبلی هم هست که ما روش توضیح دادیم. همینجور که معلومه خب ترند دنبال کردن ترند بدون هویت که راجبش ما صحبت کردیم این کار رو نباید انجام بدیم. ما باید یه ریتم خاصی داشته باشیم واسه انتشارمون. اینستاگرام الگوریتمش عاشق ریتم‌های خاصه، عاشق چیزای منظمه. روی لایک زیاد اصلا وسواس نباشیم. لایک گزینه آخریه که برای ما مهمه. شروع‌های ویدیوهامون باید قوی باشه. اگر 3 ثانیه اولمون ضعیف باشه در واقع این میشه که چی اصلا قلاب انداخته نمیشه. آموزش‌هایی که مثلا مطرح می‌کنیم بی‌احساس باشه و در واقع خشک باشه. این 5 تا مورد اشتباهات رایج رو اگر ما بتونیم حذفش کنیم در واقع الگوریتم اینستاگرام میتونه ما رو خیلی بالاتر از چیزی که هستیم بیاره. حالا تمام موضوعایی که ما مطرح کردیم به صورت یه نقشه کاربردی الان براتون اینجا میذارم که در واقع شما همین رو هم اگر اسکرین شات بگیرین با توجه به اینکه ویدیو رو دیدین این نقشه کمک میکنه که بعداً مسیر رو گم نکنید. در واقع مسیر اولش ثبات در موضوع ریتم نه کمالگرایی. کمالگرایی توی اینستاگرام جواب نمیده. اه، مرحله شماره دومون همون 3 ثانیه اول شروع که مغز رو نگه داره نه معرفی طولانی. ویدیو سوممون همون اینتراکشن در واقع یه سوالی باشه، چالشی باشه، انتخابی باشه که ما بخوایم در واقع کاربرمون با همون تعامل داشته باشه و برای این تعامل کردن التماس نکنیم. موضوع بعدیش اینه که محتوامون ارزش نگه داشتن داشته باشه. حالا طبق اون استایل‌های قبلی که توضیح دادیم که چه چیزهایی ارزش نگه داشتن دارن. موضوع بعدی سوار موج نشیم، ازش استفاده هوشمندانه داشته باشیم. این اعداد و دیتا ها رو بخونیم و از روی اون در واقع
پست گذاریمون رو ادامه بدیم، نه اینکه از روی حدس و گمان. و مطلب آخر همون هویت پیجه که در اسلاید قبلی راجبش صحبت کردیم. هویت واضح داشته باشه پیجمون با زوایای متنوع. خیلی خوب، ما در واقع این ویدیوی الگوریتم اینستاگراممون تموم شد و این رو فهمیدیم که اینستاگرام چجوری کار میکنه. برای همین میریم سراغ ویدیوهای بعدی که در واقع همون ویدیوهای اصلی ما هستن و امنیت پیج رو مطرح میکنه. من آخر هر اسلاید یه نقشه از مسیر یادگیریمونم میذارم که گم نشیم و بدونیم تو هفته‌های آینده چه چیزی رو قراره یاد بگیریم. خب ما مقدمه الگوریتم اینستاگرام رو که تموم کردیم. توی بخش بعدی یا توی ویدیو بعدی ما به مقدمات امنیت پیج اینستاگرام میپردازیم که توی این میگیم چرا پیج ها هک میشن، چرا پیج ایرانی ها بیشتر هک میشه و میگیم که حالا ساخت رمزهای قوی چجوریه که حالا مثل انسان باشه نه مثل ربات. معرفی 2AF میکنیم یا مقایسه 2AF با اپ و SMS رو انجام میدیم و این ویدیو بعدی شامل این چیزها هستش. خیلی ممنون که با من بودین. اگر این محتوا و این آموزش به کارتون میاد ممنون میشم سابسکرایب کنین و اگر فکر کنین به کار کس دیگه ای میاد باز هم ممنون میشم که برای حمایت از من این رو برای دوستاتون ارسال کنید. ممنون از شما. روز و شب خوبی داشته باشید.